اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با شارژ دافیر سفارت نروژ برای افغانستان دیدار کرد. شارژ دافیر سفارت نروژ از پیشرفت امارت اسلامی در بخش‌های تامین امنیت، ایجاد ثبات پولی، مبارزه با مواد مخدر و بهبود وضعیت بشری در افغانستان اظهار خرسندی کرد. آقای بلال کریمی میگوید سال گذشته حدود 5000 تن از علمای کرام، متنفذین و اهل خبره حمایت کامل خودش را از امارت اسلامی اعلام کردند. توافقنامه جذب سرمایه گذاران و توسعه رای آهن هرات خواف میان اداره ملی خط آهن افغانستان و هیئت بلندپایه کشور ایران امضا شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سمپوزیوم ملی علوم طبیعی پهنتون شیخ زاید خوست گفت مسلمانان و غیر مسلمانان به این متفق هستند که پیشرفت جهان وابسته به علم است. وزارت امور داخله میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر در پیوند با فروش مواد مخدر 7 تن را در ننگرهار با مقدار زیاد مواد مخدر و 4 تن را در ولایت سرپل بازداشت کرده است. همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر مزارع مواد مخدر را در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک نیز تخریب کرده است. از سوی قطعه عملیات ویژه تنفیذی گمرکات در گمرک سرحدی اسلام قلعه جلوی حریق شدن 1 تانکر گاز گرفته شد. اعضای بورد علمی ریاست ازاله منکرات وزارت امر بالمعروف در دیدار با اعضای کندک ششم نظامی وزارت امور داخله با آنان گفتند هر اقدام اصلاحی بر اساس دستور رهبری برای ثبات و بقای نظام است و ما نمی‌خواهیم خواسته های شخصی را در این زمینه بالای مردم بپذیریم.